الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. صدق الله العظيم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدمت همه برادران و خواهران، همه محبان سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه. در جلسه گذشته پیرامون نام و نسب و کنیه و بعضی از اوصاف و تولد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اشاره نمودیم. حالا پیرامون خانواده سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست. خانواده سیدنا عمر رضی الله عنه چگونه خانواده است؟ پدرشان، بابویشان، جدشان، همسرانشان، اولادهایشان، که اینها همه اجزای خانواده هستند و خانواده را تشکیل میدن. پیرامون این موضوع اشاره ماست. پدر سیدنا عمر رضی الله عنه، خطاب ابن نفیل، مادرشان حنتمه دختر هاشم ابن مغیره هست. حنتمه دختر عموی ابو جهل بود. پدر بزرگ سیدنا عمر رضی الله عنه که نفیل میشد، نفیل ابن عبدالعزا، یکی از بزرگان قریش بود که برای حل مشاجرات و اختلافات خود برای او مراجعه می کردن. نفیل شخصیت ذکی و هوشیار، شخصیتی که واقعا در بین قریش جایگاه بسیار والا و بالایی داشت. همسران سیدنا عمر رضی الله عنه، اگر به طور خلاصه اشاره کنیم، حضرت عمر دارای 7 همسر بودن در زندگی و در طول حیات، نه در یک وقت. از ابتدای زندگی تا انتها که از دنیا تشریف بردن 7 همسر داشتن و که یکی اگر از او جدا شدن یا یکی از دنیا رفت با دیگری ازدواج نمودن، که در بعضی تواریخ و سیره می نویسد که با غیر از این 7 همسر با 2 کنیز دیگری هم که بعدا نامهایشان گرفته می شود ازدواج نمودن. نتیجه این 7 همسر داشتن که با وجود آمدن اولاد شد، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه 13 اولاد داشتن. 13 اولاد. همسران سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، زینب بنت مضعون که با او قبل از اسلام ازدواج نمودن.
سیدنا عمر قبل از اسلام با زینب بنت مذعون که خواهر عثمان ابن مذعون میشد، ثمره و نتیجه ازدواج با زینب بنت مذعون سفرزن شد که به نامهای عبدالله و عبدالرحمن اکبر و حفصه بود. بعدا سیدنا عمر رضی الله عنه با ملکه بنت جرول ازدواج نمودن. از او دارای فرزند شدن به نام عبیدالله. بعدا سیدنا عمر با قریبه بنت ابی امیه مخزومی ازدواج نمودن، ولی دیری نشد که با توافق از یکدیگر جدا شدن. بعدا با ام حکیم بنت حارث ابن هشام ازدواج نمودن و از او دارای فرزند شدن که به نام فاطمه بود. سپس سیدنا عمر رضی الله عنه با جمیله بنت عاصم ازدواج نمودن و بعدا با عاتکه بنت زید ازدواج نمودن که این همسران یا در اثر از او جدا می شدن یا همسر از دنیا می رفت و بالآخره این 7 همسر یا 8 یا 9 همسری که داشتن، باز نسبت به سایر صحابه که انشالله بحث بشه، هر کدام غیر از نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیگر کسی نمیتواند، خاصه نبی کریم صلی الله علیه و سلم تعدد ازواج بود، دیگر کسی نمیتواند که مطابق به آیه مبارکه که از 4 همسر در یک آن واحد در نکاح بیشتر داشته باشد و او هم به شرط و مشروط عدالت بیان شده است. سپس سیدنا عمر رضی الله عنه میدانید با کی ازدواج کردن، از کجا همسر گرفتن، خیلی مهمه. وقتی نام گرفتیم با زینب، با ملکه، با ام حکیم، با عاتکه، با جمیله، اما حالا به نامی رسیدیم که سیدنا عمر با کی ازدواج می کند، دختر کدام شخص را به عقد نکاح در می آورد. این سخن است که زبان او انسانهای بیخرد و انسانهای نادانی که از تاریخ و از سیره این بزرگان غافل ماندن، مشت محکم است بر دهن اونها. محبت و دوستی را بین خلفاء الراشدین، بین الصحابه، بین همدیگر شما ببینید. سپس سیدنا عمر با ام کلثوم. ام کلثوم کی هست؟ دختر سیدنا علی ابن ابی طالب، دختر فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنهم اجمعین، با او ازدواج می کند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه داماد علی مرتضی، داماد فاطمه الزهراء می شود. ثمره و نتیجه این ازدواج 2 اولاد می شود که به نامهای زید و رقیه است. زید فرزند عمر رضی الله عنه، نواسه کی می شود؟ نواده کی می شود؟ الله اکبر، الله اکبر. علی مرتضی، فاطمه الزهراء، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب، دختر فاطمه الزهراء ازدواج می کند.
و گفتیم که ثمره و نتیجه این ازدواج به نام زید و به نام رقیه الله سبحانه و تعالی این دو دسته گل را عنایت می فرماید. همچنان در تاریخ می آورد که سیدنا عمر رضی الله عنه با زن یمنی به نام لحیه ازدواج کرد، صاحب فرزند شد که به نام عبدالرحمن اصغر. و همچنین در تاریخ بیان می کند که با فقیه که کنیزی بود، کنیز سیدنا عمر رضی الله عنه، با او ازدواج نمود، از او صاحب فرزند شد به نام زینب. تمام فرزندان سیدنا عمر رضی الله عنه مجموعاً 13 فرزند داشتند که هر کدام اینها به نامهای زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبدالله، عبیدالله، عبدالرحمن اکبر، عبدالرحمن اوسط، عبدالرحمن اکبر، که اینها فرزندان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و همچنین به نام عیاض، حفصه، رقیه، زینب، فاطمه رضوان الله علیهم اجمعین. این 13 فرزند فرزندان سیدنا عمر رضی الله عنه می باشد. هدف از ازدواج هایی که سیدنا عمر رضی الله عنه نمودن به خاطر چی بود؟ چرا اینقدر با هفت زن ازدواج کردن و یا با یکی دو کنیز هم ازدواج کردن به خاطر چی بود؟ شاید در ذهن بیننده چنین بگرده که سیدنا عمر رضی الله عنه یک مرد شهوتران بود، تنها خواهشات نفسانی مد نظر داشت. خود سیدنا عمر رضی الله عنه این جریان را بیان می کند. سیدنا عمر رضی الله عنه می فرمایند من به خاطر شهوت به سراغ همسرانم نمی روم. اگر مسئله فرزنددار شدن نبودی باکی نداشتم که هیچ زنی را نبینم. و همچنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند من نفسم را بدان امید به همبستری با همسرانم وامی دارم که خداوند به من فرزندانی بدهد که ایشان را به پاکی یاد کنم. چنین هم شد. الله سبحانه و تعالی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه همه فرزندان نیک، همه فرزندان صالح، همه فرزندانی که به خوبی یاد می شوند، خصوصا و بالاخص مادر مؤمنان ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها. بر علاوه که خداوند از او راضی است، پیامبر از او راضی است، تا به قام قیامت مادر مؤمنان هست در حشر، در کنار رسول خدا، در جنت در کنار رسول خدا. حفصه جز ازواج مطهرات می شود. خدا او را به لیست مادران مؤمنین قرار داده است. چی افتخاری! سیدنا عمر میگه فقط به خاطر این با همسر نزدیک میشم که خداوند برای من اولادی بدهد که او را به پاکی یاد کنن، به نیکی یاد کنن. و همچنین از فرزندانش که یکی را نام میگیرم، عبدالله ابن عمر. عبدالله بزرگترین راوی حدیث، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم
سبحان الله در حقش دعا میکنن و او اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای امت انتقال میدهد. پس طوری که سیدنا عمر بیان کردن که این ازدواج هایی که من کردم و این زنهایی که من گرفتم اینها به خاطر شهوترانی نبود. حتی قسم یاد میکنن که اگر به خاطر فرزنددار شدن نبودی من اگر زن نمیدیدم هیچ باکی نداشتم. پس بناهن کسی که نیتش چنین باشه که من فرزندی در دنیا داشته باشم که او را به نیکی و پاکی یاد کنن، الله سبحانه تعالی مطابق به نیتش برایش چنین لطف و چنین انعاماتی می کند. این بود به طور خلاصه مسئله خانواده سیدنا عمر رضی الله عنه و مسئله همسران و اولادها که ادامه این بحث را بعد از یک میان برنامه انشالله در خدمت شما خواهم بود. با ما باشید. پروردگار شما می‌فرماید مرا بخوانید تا شما را اجابت نمایم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می‌شوند. مرا بخوانید تا شما را اجابت نمایم. مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون خانواده سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره نمودیم. همسران سیدنا عمر رضی الله عنه و همچنین فرزندان سیدنا عمر رضی الله عنه. حالا ارتباط به زندگانی سیدنا عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت. حضرت عمر رضی الله عنه همچون سایر قریشیان بخشی از زندگی خود را در دوران جاهلیت سپری کردند. چنین نبود که سیدنا عمر رضی الله عنه به اسلام به دنیا آمده باشند، به اسلام رشد کرده باشند. سایر قریشی همچون دیگران قسمتی از زندگی در دوران جاهلیت بود و قسمتی از زندگی که سعادت آفرین شد برایشان در اسلام. البته وقتی میگیم سیدنا عمر رضی الله عنه بخشی از زندگی در دوران جاهلیت سپری کردن، اما یک تفاوت هست میان سیدنا عمر رضی الله عنه و سایر جوانان که از قریش بودند. حضرت عمر یک امتیاز داشتند که این امتیاز دیگران خیلی کم در بینشان بود که دارای این امتیاز باشند. سیدنا عمر رضی الله عنه امتیازی که نسبت به دیگران داشتن که عده بسیار معدودی از این امتیاز برخوردار شده بودن، امتیاز سواد بود، خواندن و نوشتن بود. سیدنا عمر رضی الله عنه دارای سواد بودن، با سواد بودن. خواندن و نوشتن را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در سنین نوجوانی و در اینها آموخته بودند.
خیلی از جوانان قریش از این امتیاز بی بهره بودند. سیدنا عمر رضی الله عنه در سنین نوجوانی زندگی سخت و پرمشقت را گذراندند. این زندگی سخت، این زندگی پرمشقت که حتی در تاریخ می نویسد که سیدنا عمر رضی الله عنه رنگ آسایش و رفاه را به خود ندیدند. پدرشان خطاب انسان خشن بود، انسانی بود که عمر رضی الله عنه می‌فرمایند که مرا از نوجوانی خطاب به شترچرانی مصروف کرده بود و بعد این برخوردهایی که خطاب با عمر رضی الله عنه داشت بر روی روحیه سیدنا عمر آثار بدی را به جا گذاشته بود. حتی بسیار خاطرات تلخ که همیشه سیدنا عمر رضی الله عنه از این خاطرات دوران نوجوانی که شتر میچراندن یاد میکردن. عبدالرحمن ابن حاطب میگوید از کنار کوهی به نام ضجنان عبور کردیم که در اطراف مکه بود. از اونجا میگذشتیم. وقتی گذشتیم عمر رضی الله عنه گفت که من در این مکان شتران خطاب را میچراندم. و همچنین از سعید ابن مسیب رحمت الله علیه نقل هست که میگوید عمر رضی الله عنه در مسیر حج هنگامی که به کوه ضجنان رسیدیم گفت که لا اله الا الله العلی العظیم، خداوند به هر کس هر چی بخواهد میدهد. سبحان الله. سعید ابن مسیب نقل میکنه در مسیر حج با سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که از کنار کوه ضجنان گذشتیم سیدنا عمر گفت که لا اله الا الله العلی العظیم، خداوند به هر کس هر چی بخواهد میدهد. و بعد سیدنا عمر فرمودن من در جامعه پشمین در اینجا برای خطاب شترچرانی می کردم. بعد سیدنا عمر می فرمایند او مرد تندخویی بود که هرگاه به دستور او کار می کردم مرا خسته می کرد، مرا خسته می نمود و چون در انجام دستورش کوتاهی می نمودم مرا کتک می زد، مرا لطکوب می کرد. من در اینجا شبها را تنها و در حال سپری می کردم که کسی جز خداوند با من نبود. خیلی جالبه. سیدنا عمر رضی الله عنه سپس وقتی که این جریان برای اطرافیان خود میگن سپس چنین سرودن. این اشعار، این شعر سیدنا عمر برای دیگران بیان کردن. فرمودن لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويرضي المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها برد أين الملوك أين الملوك التي كانت نواهلها من كل أواب إليها راكب يفد
حوضا هنالك ومرود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. سبحان الله. معنای این شعر به طور خلاصه سیدنا عمر به اطرافیان خود گفتن که هر چیزی که شما میبینید روزی او بشاشت و زیبایی خود را از دست میدهد، هر چیز، ولی چیزی که باقی میماند الله است. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. چیزی که باقی میماند الله است، حتی اولاد و مال هم از بین می رود. بینیاز نکرد از هرمز یک روز هم خزائن از او، گنجه های از او، شاه ایران، و همچنین وفایی نکرد و از بین برد، دیگرگون شد قوم عاد. و او سلیمانی که باد در خدمتش بود، سلیمانی که جن و انس در خدمتش بود، همه بالاخره از بین رفتن. کجا شد؟ بعد میفرماید این الملوک التی، کجاین او پادشاهانی که از هر طرف کاروانها و انسانها و بالاخره به طرف اونها می آمدن، از هر سوی به سوی اونها روان بودن، همه بالاخره در آن روزی که هیچ شکی نیست به گرد اون حوضی که دیگران جمع شدن، همه جمع خواهید شد. سیدنا عمر رضی الله عنه با این تعبیرات زیبا همه را متوجه ساختن که او شترچرانی هم گذشت، این که من امیر المؤمنین هستم ای هم میگذرد. هیچ چیزی به درد انسان نمیخورد الا که ارتباط با الله سبحانه و تعالی، الا تقواه الهی، الا عدالت، الا خدمت به دین خدا و بندگان خدا. این گوشه ای از زندگانی سیدنا عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت بود که دیگر بحث هایی که ارتباط به زندگانی سیدنا عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت انشاءالله به برنامه بعدی که دیگر چی می گفتن، چه کار می کردن و چگونه زندگی در دوران جاهلیت سپری نمودن، به برنامه بعد انشاءالله در خدمت شما قرار خواهیم گرفت باذن الله. تا برنامه بعدی که انشاءالله امیدواریم که از این برنامه استفاده کرده باشید. خانواده سیدنا عمر رضی الله عنه، همسران سیدنا عمر رضی الله عنه و همچنین ارتباط به فرزندان سیدنا عمر و زندگانی سیدنا عمر در دوران جاهلیت، انشاءالله ادامه این بحث که زندگانی سیدنا عمر در دوران جاهلیت هست به برنامه بعدی بیان خواهم نمود. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.